تو ویدیو امروز میخوایم در یک گنجینه 1000 ساله رو باز کنیم. گنجینه‌ای که حتی اگر از محتوای داخلش هم چیزی ندونیم اسمش رو بارها شنیدیم. من امیرم، راوی زروان گیت، و خیلی مفتخرم که اعلام بکنم به اولین اپیزود از داستان‌های شاهنامه فردوسی خیلی خوش اومدید. هیچ کس نمیدونه که اولین پادشاه جهان کی بود. هیچ سند و تاریخ مکتوبی از اون دوران وجود نداره. اما 1000 سال پیش فردوسی از دل داستانها و افسانه‌ها یک روایت موندگار رو بیرون کشید. البته فردوسی فقط یک قصه فانتزی رو روایت نکرد. فردوسی نقطه صفر تمدن بشر رو روایت کرد. این داستان میخواد به ما نشون بده که بشر چطور اولین قدم رو توی مسیر تمدن برداشته. داستان‌های شاهنامه فردوسی با ظهور کسی شروع میشه که به بشر یاد داد میتونه فراتر از غریزه بقا هم فکر بکنه. پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان چنین گفت: کاین تخت و کلاه کیومرث آورد و او بود شاه. کیومرث شد بر جهان کد خدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جای. تو دورانی که بشر خیلی بدوی و به صورت پراکنده زندگی میکرد، از دل اون بی‌نظمی شخصی پا به جهان میذاره که آینده انسان رو تحت شعاع خرد و بینش خودش قرار میده. هزاران سال پیش انسان خردمند ظهور کرد و با چیره شدن به بقیه گونه ها در نهایت سردمدار زمین شد. میشه به جرئت گفت که کیومرث میتونه نماد گونه انسان خردمند باشه. کیومرث به انسانهایی که فقط طبق غریزه بقا زندگی میکردن یاد داد میشه فراتر از غریزه عمل کرد. میشه با خرد و اندیشه زندگی رو ساده تر و هدفمندتر کرد. کیومرث عده‌ای از انسانها رو تو کوه پایه های البرز دور خودش جمع کرد و یک جامعه نوپا و بدوی رو تشکیل داد و تو دل غارها زندگی جدیدشون رو شروع کردن. کیومرث تو اولین روز از بهار خودش رو فرمان روای این جامعه نخستین معرفی کرد و شد اولین پادشاه جهان. بعد از اینکه انسان‌ها تحت حاکمیت یک فرمانروا و پادشاه خردمند مثل کیومرث قرار گرفتن، یک آرامش و امنیتی نسبت به وضعیت قبلیشون پیدا کردن. این امنیت و آرامش حتی شامل حال حیوانای اون اطراف هم شد، البته بجز پلنگ ملنگا، چون کیومرث به عنوان پادشاه اولین اقدام و فرمانش این بود که به انسان‌ها گفت لطفاً دم و دستگاه خودتون رو بپوشونید چون این وضعیت اصلا در شأن ما نیست. من اینجوری اذیتم، خواهش میکنم اینجوری دور و بر من نچرخید. و در نتیجه از پوست پلنگ برای پوشش استفاده کردن و اینطوری شد که بشر اولین لباس خودش رو اختراع کرد. اما هر پادشاهی احتیاج به یک وارث داره. وارث تاج و تخت کیومرث هم پسرش سیامک بود. سیامک و کیومرث خیلی به هم وابسته بودن. میشه گفت پدر و پسر یه جورایی جونشون به هم بند بود. روزها گذشت و جامعه تحت فرمان کیومرث هم روز به روز بهتر و بزرگتر میشد و گویا خطری هم تهدیدشون نمیکرد. البته بجز اهریمن. به گیتی نبودش کسی دشمنا، مگر در نهان ریمنا هرمنا. اگر ویدیو داستان آفرینش رو دیده باشید میدونید که اهریمن توی جهان زندانی شده. اهریمن هرچی رشته بود تبدیل به پنبه شد. تمام اون کارهایی که کرد بی نتیجه موند و نه تنها نتونست مخلوقات رو از بین ببره، بلکه در نهایت زندگی با شدت بیشتری به جریان افتاد و اینجوری بگم که رکب خورد و کاملا توی تله افتاد. الانم به همراه اون کج و کلاه دور و بر توی جهان زندانی شدن و یه جا کس کردن تا ببینن در نهایت میتونن چه خاکی به سرشون بریزن. یه روز اهریمن افسرده و چروک یه گوشه نشسته بود که خبر میاد کیومرث نامی
انسانها رو سازماندهی کرده و جامعه تشکیل دادن و نهاد پادشاهی تأسیس شده و خلاصه این موجودات دوپا و پشمالو زشت کم کم دارن شاخ میشن. اهریمن هم گفتش که بیا همینو کم داشتیم. کسی که خبر برای اهریمن آورده بود گفت قربان سرت بگردم، تازه فقط این نیست. اهریمن گفت دیگه چیه؟ گفت این انسان‌ها یزدان رو هم ستایش میکنند. و اینجا دیگه اهریمن داشت از حسادت جر میخورد. رشک ورزید به اینکه یزدان داره از این موجودات دوپا حمایت میکنه و اونا روز به روز دارن پیشرفت میکنن و در کنار یزدان رو هم دارن ستایش میکنن. عملا میدید که اینا تیم تشکیل دادن علیهش. ولی خطر اصلی برای اهریمن این نبود. تا اون روز تمام دغدغه اهریمن این بود که چطور از این زندان نجات پیدا بکنه و بره انتقامش رو بگیره. اما الان میدید که انسان داره تبدیل به یک مانع خیلی بزرگ و جدی میشه. دیگه مشکل فقط فرار از این زندان نبود. اگر انسان با همین روند جلو میرفت دهن اهریمن سرویس بود عملا. پس اهریمن اینجا یک تصمیمی میگیره. اهریمن تصمیم میگیره تا جانشین کیومرث یعنی سیامک رو از میون برداره. حالا چرا سیامک؟ چرا خود کیومرث نه؟ چون اگر کیومرث رو بکشه سیامک راه پدر رو ادامه میده و نکته‌ای که وجود داره اینه که کیومرث همین الانش هم سنش بالاست، پس اصلا فایده ای نداره. کیومرث دیر یا زود میمیره. ولی اگر سیامک کشته بشه تاج و تخت کیومرث بدون وارث میمونه و خود کیومرث هم از داغ فرزند دق میکنه و میمیره. پس در نتیجه اهریمن به هدفش میرسه و خطر انسان رو از سر راه خودش برمیداره. اهریمن پسری داشت به اسم خزروان، گرگزار، بیرحم و درنده. اهریمن خزروان رو مأمور کرد تا سیامک رو بکشه و به این ترتیب به پادشاهی کیومرث خاتمه بده. اما از اون طرف کیومرث و سیامک از دسیسه اهریمن بیخبر بودن تا اینکه یک شب سروش ایزد پیام آور پیش کیومرث میره و به کیومرث میگه که چه نشسته‌ای که اهریمن و خزروان قصد جون جیگرگوشت رو کردن. کیومرث قضیه رو با سیامک در میون گذاشت. پدر و پسر به این نتیجه رسیدن که راهی به جز رویارویی وجود نداره. اهریمن تصمیم خودش رو گرفته بود و دیر یا زود خزروان سر میرسید. اما مشکل اصلی خزروان نبود. مشکل اصلی این بود که امکانات بشر انقدر بدوی بود که هیچ سلاح و وسیله دفاعی وجود نداشت و در نهایت تو روز موعود سیامک شاهزاده بی سلاح فقط با یک لا پوست پلنگ به تنش پا به میدون نبرد گذاشت. پذیرش شدش دیو را جنگجوی، سپه را چو روی در آمد به روی. سیامک بیامد برهنه تنا، برآویخت با پور آهرمنا. بزد چنگ وارون دیو سیاه، دوتا اندر آورد بالای شاه. فکند آن تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. سیامک به دست خزروان دیو، تبه گشت و مان انجمن بی خدیو. تو یک چشم به هم زدن خزروان سیامک رو به بالای سر بلند کرد و جوری سیامک رو به زمین کوبید که استخونهای سیامک خرد شد. بعد هم با چنگالهاش بدن نیمه جون سیامک رو تکه تکه کرد و در نهایت شاه پور جوان به دست پسر اهریمن به فجیع ترین شکل ممکن کشته شد. از اون طرف پدری که پسرش رو با دستهای خالی به میدون نبرد فرستاده بود چشم به راه فرزندش بود. منطق کیومرث میگفت که سیامک شانسی برای پیروزی نداره و دیگه قرار نیست که فرزندش رو ملاقات کنه. اما قلب کیومرث هنوز امیدوار بود. نمیخواست که با این حقیقت کنار بیاد. کیومرث دلنگران
چشم به راه دوخته بود و منتظر برگشت سیامک بود. اما در نهایت چیزی که از راه رسید خبر کشته شدن سیامک بود. دنیا جلوی چشمهای کیومرث تیره و تار شد. کمر پادشاه زیر بار این درد شکست و بر زمین افتاد و به سوگ فرزند نشست. کم کم خبر کشته شدن سیامک به مردم رسید. مردم دسته دسته از دل کوهستان و دامنه دماوند به سمت کوهی که کیومرث ساکن بود رفتن و به همراه پادشاهشون به سوگ شاهزادشون نشستن. خروشی برآمد ز لشکر به زار، کشیدن صف بر در شهریار. همه جامه ها کرده پیروز رنگ، دو چشم ابر خونین و رخ باد رنگ. دد و مرغ و نخچیر گشته گروه، برفتند ویل کنان سوی کوه. برفتند با سوگواری و درد، ز درگاه کهشاه برخاست گرد. یک سال در سوگ سیامک گذشت، یک سال پر از درد و رنج و ماتم، که دوباره یک شب ایزد سروش پیش کیومرث رفت و بهش گفت که یزدان میخواد تا اشکات رو پاک کنی و به این سوگواری پایان بدی، چون گوشه نشینی و گریه کردن هیچ سودی برای تو نداره و در نهایت این اهریمنه که به خواستش میرسه. تو باید به فکر راهی برای گرفتن انتقام خون سیامک باشی. کیومرث اشکاش رو پاک کرد و به درگاه یزدان نیایش کرد و تمام فکر و ذکرش رو روی پیدا کردن راه انتقام متمرکز کرد. سیامک خجسته یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت. گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. به نزد نیا یادگار پدر، نیا پروریده مرو را ببر. سیامک قبل از اینکه کشته بشه یادگاری از خودش توی جهان به جا میذاره به اسم هوشنگ. هوشنگ جای خالی سیامک رو برای کیومرث پر کرده بود و نور امیدی در دل اون تاریکی بود. درست مثل اسطوره آفرینش اینجا هم از دل مرگی که اهریمن کاشته بود زندگی زاده شد. تا اون روزی که سروش اون پیام رو از طرف یزدان به کیومرث داد، کیومرث ترس این رو داشت که هوشنگ هم به سرنوشت سیامک دچار بشه. اما بعد از اینکه پیام یزدان رو دریافت کرد، دل به دریا زد و تصمیم بزرگی گرفت. یک شب کیومرث نوش رو کنار خودش نشوند و به هوشنگ گفت که من سالهاست توی این جهان زندگی کردم. مردم رو سازماندهی و نظمی نو پای ریزی کردم. نتیجه تلاش های من این جامعه‌ای که الان میبینی شد. ولی من دیگه پیر شدم. توان اداره امور و مدیریت این جامعه رو ندارم. قرار بود که بعد از من پدرت سیامک این وظیفه رو به عهده بگیره. اما لشکر تاریکی بدنش رو خورد و جسدش رو تکه تکه کرد. اما سیامک قبل از رفتن تو رو برای ما به یادگار گذاشت و من میخوام که تو این وظیفه رو به جای پدرت به عهده بگیری. اما یک مشکلی وجود داره. اهریمن و لشکر تاریکی به محض مطلع شدن از وجود تو همون بلایی رو سرت میارن که بر سر پدرت آوردن. اونها نمیذارن که آب خوش از گلوی تو پایین بره هوشنگ. برای اینکه فرمان روای مقتدری باشی و تاج و تختت ثبات داشته باشه، باید سایه این خطر رو از سر خودت دور کنی. تو باید انتقام پدرت رو از خزروان و اهریمن بگیری. هوشنگ بعد از شنیدن حرفهای کیومرث آماده انجام این وظیفه مهم شد. سپاهی از حیوانات تشکیل داد تا به جنگ تاریکی بره. شیر و ببر و یوز و پلنگ، گرگ و گور و گوزن و مرغ و پری، دد و دام هوشنگ رو همراهی کردن و لشکری ساختن تا انتقام سیامک رو بگیرن.
وقتی هوشنگ و سپاهش به جایگاه دیوها رسیدند، خبر به خزروان رسید که پسر سیامک به خونخواهی پدرش اومده. خزروان پیش خودش گفت که این هم مثل پدرش شکار راحتی اومده که ما رو به زحمت بندازه. خزروان و چند تن از دیوها به میدون نبرد رفتن. اما وقتی با لشکر هوشنگ روبرو شدن حسابی جا خوردن و نمیتونستن چیزی رو که میبینن باور کنن. درسته که بشر هنوز بدوی بود و امکاناتی وجود نداشت، اما یک سلاحی وجود داشت که کارآمدتر از هر تیغ و شمشیری بود: خرد. چیزی که جهان تاریکی ازش بی بهره بود. هوشنگ با خرد و بینشی که از پدر بزرگش به ارث برده بود، خزروان و نوچه‌هاش رو غافلگیر کرد. هوشنگ به سپاه دستور حمله داد و به سمت لشکر دیوها حمله ور شدند. جنگ سختی بین حیوانات و دیوها در گرفت. شیرها و ببرها و پلنگها شکم و گلوی دیوها رو می‌دریدن. دیوها با چنگالها و دندونهاشون بال پریها رو می‌دریدن. اما هوشنگ تمام تمرکزش روی خزروان بود. هوشنگ خودش رو به خزروان رسوند و به روی گرده خزروان پرید. با یک حرکت گردن خزروان رو شکوند و خزروان پور اهریمن به خاک افتاد. بعد از کشته شدن خزروان، بقیه دیوها هم پا به فرار گذاشتند. حالا هوشنگ انتقام پدرش رو گرفته بود و به همراه سپاهش به کوهستان البرز برگشتند. کیومرث به استقبال نوش رفت و همگی کنار هم سرمست از پیروزی به جشن و پایکوبی مشغول شدند. اما بعد از چند سال دوران کیومرث به سر رسید. درسته که کیومرث دیگه تو این جهان نبود، اما میراثش همچنان پابرجا بود. میراثی که آینده بشر رو تحت تأثیر خودش قرار داد و تمدن جهان شاهنامه رو خلق کرد. هوشنگ با اون تدبیری که کرد نشون داد وارث برحقیه و تاج و تخت پدر بزرگش رو به ارث برد و دوران جدید شروع شد. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراهمون بودین. داستان پادشاهی کیومرث همینجا تموم میشه و ما تو قسمت بعد وارد دوران پادشاهی هوشنگ میشیم. اینجا زروان گیته، دروازه‌ای به سمت داستان‌ها و افسانه‌های ایران زمین. اگر میخواید تو ادامه مسیر همراهمون باشید، لطفاً به کانال ما سابسکرایب کنید و اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنید و اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی هست، لطفاً برامون کامنت کنید و منتظر ویدیو بعدی باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.